مهمان داریم. چه مهمانی؟ چی بگم اصلا چی بگم؟ اصلا این اسم انقدر دوست داشتنی و محبوبه که نه معرفی میخواد نه هیچ چیز اضافه‌ای. عادل فردوسی پور. به ببینید کی اومده. به ای جانم، خیلی خوش آمدی. اگر سلام علیکی هست بفرمایین. به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت دیگه این لحنو نمیشه کاریش کرد دیگه. چیکار کنم دیگه، همینم دیگه. بله. خیلی خوشحالم در کنار شما هستم. مهران خانم مدیری کسی نیازی به تعریف و تمجید فوق العاده استثنایی و خوشحالم که در این جمع صمیمی در کنار خیلی ممنون هستم. که دعوت ما رو پذیرفتی آمدی. از قسمت سوم دوره همی هی تو دوربین گفتم عادل جان نمیای مهمان ما بشی. الان فکر کنم قسمت 225 چنده. بالاخره به دامش انداختم، بالاخره راضی شد. آره. چون خیلی سوال جوابا زیاده، سوال کوتاه جواب کوتاه، بریم سر سوالا که به همش برسیم. از همین موضوع شروع کنم. چرا یه کمی فراری هستی از گفتگو و مصاحبه؟ والا من کلا آدم کم حرفی ام، شاید باورتون نشه. کم حرفی؟ باور کنید من غیر از 90 و جلوی دوربین که خیلی حرف میزنم. خب حتی شما که 90 نمیبینید، ولی حالا کلا یه برنامه. چرا نمیبینم؟ حالا میگم که میبینم. خب ولی جدی میگم، حالا من مثلا زنگ میزنم به همکارم، مثلا میگم فلان کارو انجام بده، محال بالاتر از 1 دقیقه طول بکشه. مثلا فلان کارو انجام بده، هیچ خداحافظی هم نمیکنم معمولا. اینه بعد قطع میکنم، تموم. بعد همه اطرافیانم میدونن من کلا آدم پر حرف پرچونه‌ای که هیچ کم حرفم مثلا. دقیقاً حتی خجالتی یکم. نه یه کمی باور کن غیر از دوربین کلا آدم خجالتی هم. آره. و خب خیلی جالبه که نوع اجرات خیلی راحته. یعنی هر کاری دوست داری در حین اجرا میکنی. دیدین دیگه. یعنی مثلا اون مهمانه نشسته 3 نفرم هستن، 4 نفر هستن، کلا با پشت صحنه نگاه میکنه، به پروژکتورها نگاه میکنه، موبایلش رو چک میکنه، یه چیزایی مینویسه، هر کاری دوست داره میکنه. گاهی هم یه نگاهی به مهمون میکنه. آره. این نوع اجرا و این راحتی خیلی خوبه ها. از کجا میاد؟ یه شیوه است یا اصلا خودت شکل رفتار خودت اینجوریه؟ حالا این چیزی که گفتی واقعا من خیلی راحتم. یه بخشش خیلی هم جالب نیست. مثلا شما داری صحبت می‌کنی، من اینجا مثلا با گوشیم ور برم و نمیدونم. آره. بعد تمرین کنم اینجوری نباشه، چه کاری آخه اینجوری آدم این کارو بکنه. ولی یه بار چند سال پیش بود، بعد وسط برنامه اون موقع استودیومون استودیو 11 بودیم فکر می‌کنم، بعد کارشناسمون داشت صحبت می‌کرد و من رفتم بیرون و گفتم به صدا بردار، داشت صحبت می‌کرد، برنامه زنده بود و مثلا اونجا بود. بعد به صدا بردار گفت صدا من رو ببند. زنگ زدم، آقای پور محمدی بود، بخش قسمت اولی که آقای پور محمدی مدیر شبکه 3 بودن. بعد آقای پور محمدی فکر کرد اشتباه شده و یه مثلا اتفاق غیر مترقبه رخ داده. مثلا موبایل من اونجا دارم تو صحنه مثلا، بعد زنگ زدم آقا مثلا ما وقت می‌خوایم، مثلا یه همچین چیزی. تا این حد راحتی که یهو پا میشی اصلا میری بیرون. آره رفتم. آره خب یه بار حالا نه من جدی تمام تلاشم اینه که تمام تمرکزم باشه و واقعا هم هست. یعنی ولی مثلا یه بازی کارشناس داوریمون هم کی بود، همین مال 2 سال پیش بود، 1 سال پیش بود. بعد یه به آقای اسدزاده موقع مسئول استادیوم بود، گفتم آقا امشب لیورپول اورتون بازی دارم. بعد یه تلویزیون کوچیک گذاشته بود مثلا فرض کن پشت که من ببینم.
بعد کارش از داوری داشت صحبت می‌کرد مثلا اینجوری، من یه دفعه گفتم یس. بعد کارشناسه فکر کرد مثلا صحنه‌ای که گفتش که مثلا این پنالتی شده یا نشده رو من دارم اینجوری، گفت چی شد؟ گفتم نه دقیقه 94 بود. خب خیلی حساس بود. آخرین لحظات آره بازی من گل زد و دیگه. بازی رو بردیم. بعد پس راحت‌تر از اونی که من گفتم. آره خیلی تازه کم حرفم هست. بابا جلوی دوربین فقاهی نه مدیری نداره، نه آره دوربین روشنه و الان هر کاری دوست داری بکن. من این سوالو از چند تا از مهمونا پرسیدم، از یه سری از دوستان پرسیدم، ولی شاید بهترین جواب رو خودت بتونی بدی. چیه این فوتبال انقدر جذابه که این همه ما ورزش جذاب داریم ولی چرا انقدر جهان دنبال فوتبالن و براشون جذابه؟ جذابیتش در کدوم بخششه؟ اینو هنوز من نفهمیدم. حالا باید کلاس توجیه برای شما کلا بده. بعد من عاشق خنده های شما حالا بگم. یه هندل داره انگار خندتو. آره یه استارت داره، بعد متوقف میشه. آره انفجاریه بعد تموم میشه. آره سعی میکنم امشب همه هنرهامو برات رو کنم که آره از اینکه چرا اینقدر فوتبال والا اصلا پدیده عجیب غریبیه فوتبال مهران خان، یعنی همه چی داره دیگه، یعنی شما هیجان، تنش، عشق، علاقه، همه چی توی فوتبال میتونه ببینید. تنیس اینا رو داره، تنیس داره، من تنیس خیلی دوست شطرنج دارم. هم اینا رو داره. نه خیلی ورزش‌ها داره، والیبال مثلا فوتبال فوتبال غیر قابل پیش بینی بودنش اینه که هر لحظه آدم، ما همین الان داریم میریم مثلا با پرتغال بازی کنیم جام جهانی یا با اسپانیا بازی کنیم، میگیم آقا یه مثلا یه ضربه سردار آزمو میزنه، بعد چه میدونم بیرامن تمام توپا رو میگیره، مثلا یکی چه اسپانیا میگه، یه امید اندکی واسه خودمون قائل هستیم که که تو مقابل آرژانتین نزدیک بود واقعا اتفاق رخ بده. ولی مثلا من مثلا بسکتبال ایران بره با صربستان بازی کنه، بره با امریکا بازی کنه، تحت هر شرایطی ما میبازیم، یعنی با اختلاف میبازیم و هیچ وقت هیچ شانسی نمیتونه واسه خودمون قائل بشیم. یا شطرنج یا تنیسی که چه میدونم شاهین خالدان بره در مقابل زفروف هم بازی کنه، ما قطعا میدونیم که دو تا 6-0 میبازه. در نتیجه این غیر قابل پیش بینی بودنش این که هر لحظه شما احتمال میدید مسی یه کاری کنه، محمد صلاح یه کاری کنه، نمیدونم رونالدو یه کاری بکنه، این خودش خیلی جذابه. من که میشه فوتبال ببینم آقای مدیری، جدی فوتبال ببینم. آره چی میشه فوتبال؟ من گفتم همیشه من یه بازیکن میشناسم شفچنکو. چرا حالا سوال چرا نمیدونم اصلا این اسم از بچگی تو چون خوش بر روحه شما خوشتون پاسخ تو نمیدم. آخه آپشنال بهتری بود هست، ولی نمیدونم واقعا چرا تو ذهنم از بچگی این، ولی حتما تو میدونی الان شفچنکو کجاست؟ الان تو اوکراین داره کار خودشو میکنه. بنده خدا چیکار با اون داری؟ نه میگه چیکار با اون داری؟ میگم نه میخوام ببینم چیکار میکنه. خب بابا مربی شده؟ یه زمان مربیش هم رفت تو سیاست و اینا خیلی دیگه اصلا کلا دیگه فوتبال شما طرفدار شدی گفتش من میرم نه الهی بمیرم. رو میرم جای بهتر. ولی فوتبال هم میبینم فقط فینال اون آخرین بازی جام جهانی رو. ایول اون برام هیجان داره فقط که کی در جهان اول میشه، بقیه‌شو دیگه خیلی چون اخبار میگه میشنویم. بازی ایرانو ببینید جام جهانی مثلا ما ایرانو میبینم که خب ایرانو که تو جام جهانی حتما مگه میشه ندید. ما اصلا دعوت میکنیم برنامه، ولی چفچنکو چون نیستن 2000 نمیارزه. برنامه 2018 انشالله جام جهانی ما شما دعوت می‌کنم بیاید پشت صحنه برنامه فینال جام جهانی ببینید. متشکرم. بعد میریمتون رو صحنه. من یکی دیگر هم میشناختم خیلی دوستش داشتم، پائولو روسی. خب آره اون بازیکن ایتالیا، اون خوش بر رو هم نیست. اونم خب عرض کنم که
از کی به طور حرفه‌ای؟ من میدونم که از روزنامه نگاری روزنامه ورزشی شروع کردی، ولی چه سالی خیلی حرفه‌ای وارد این ماجرا شدی؟ من مترجم بودم تو روزنامه ابرار ورزشی سال 73. 20 سالم بود، 19 سال 20 سالم بود. بعد دیگه یه تستی رفتم تلویزیون دادم، شروع کردم دیگه از تنیس به من دادن، یه مقطعی تنیس گزارش کردم. بعد دیگه کم کم اطلاعات فوتبال میدادم و اینا. 74 دیگه 75 پیر شدم، 22 سال گذشت. آره دیگه ما سال 78 آره برنامه ببخشید شما با هم گفتگو کردیم. هر دومون انقدر بودیم. سال 78 داره میشه 20 سال پیش. آره 19 سال پیش با هم حرف زدیم اون موقع. آره دیگه مثلا 3-4 سال بود که به طور حرفه‌ای این کارو شروع کرده بود. یادش بخیر. و درباره 90 حرف بزنیم. ایده اولیش از خودت بود؟ آره ایده اولیه من همیشه ابهامی که در ذهنم وجود داشت به عنوان علاقه‌مند به فوتبال که دنبال می‌کردم این بود که آقا مثلا فلان بازی توی تالش برگزار شد. اون موقع تالش میگفتن قلعه عقاب‌ها، بازیش پخش نمی‌شد و بعد افهام برام آقا بازی چه جوری بوده، داوریش چطور بوده و از این صحبت. خب برنامه مشابه زیاد می‌دیدم من. کلا برنامه مچ اف دی می‌دیدم، برنامه‌های شبکه ایتالیا رو می‌دیدم، آلمان رو می‌دیدم. خب همش برام این جای خالی همچین برنامه‌ای که به تمام بازی‌ها رو پوشش بده و تمام اتفاقات هفته فوتبال بررسی کنه به نظرم جاش خالی بود. بعد طرحش رو دادم. اون موقع من وقتی طرح 78 بود دیگه، من 25 سالم بود. بعد بهم اعتماد کردن به عنوان جوان 25 سالی که تجربه آنچنانی نداره. دیگه شروع کردیم 78 برنامه رو دیگه پله پله کم کم دیگه رسید الان به 90. و یک چیزی که خیلی جای تقدیر داره و خیلی به نظرم با ارزشه اینه که توانستی حدود 20 سال یک برنامه رو در اوج نگه داری. این به هر حال یک فرمولی میخواد. رازش رو بهمون بگو. اونم یه برنامه چالشیه، اونم زنده. خیلی کار سختیه اداره کردن برنامه زنده. والا اگه شما لطف دارید من حالا همیشه این اعتقادم هست که قهرمان شدن خیلی سخته. خیلی سخته. اول شدن، قهرمان شدن خیلی سخته. ولی قهرمان موندن یا اول موندن یا توی صدر موندن خیلی سخت‌تره. این واقعا شما خودتون بهتر میدونید. حجم‌ها رو دیدید، حسادت‌ها رو دیدید، فشارها رو دیدید، چالش‌ها رو دیدید در این همه سال و میدونید من جنس دغدغه‌ام چیه. خب من خیلی صبر و تحمل کردم، خیلی چالش‌های مختلف، فشارهای مختلف رو تحمل کردم، خیلی خودم رو به روز نگه داشتم. واقعا هم خودم هم تیمی که در اختیارم، تیم خیلی خوبی رو جمع جور کردم. یه سری بچهای عاشق و دیوونه مثل خودم رو جمع کردم که اینا همشون در کنار هم باعث شد که ما به روز باشیم. برنامه روز دنیا رو من همش رصد می‌کنم، سعی می‌کنم هر سال چیز تازه‌تری داشته باشیم. برنامه از اون تراوت و جذابیت چیزی ازش کم نشه و صادق بودم با مردم. این خودش فکر می‌کنم خیلی کمک کرد. این صداقتی که مردم دیدن، اعتمادی که نسبت به برنامه داشتن، اینا همه دست به دست هم داده و خدا رو شکر 20 سال نزدیک الان دیگه وارد 20مین سال شدیم. برنامه مورد اقبال عمومی قرار گرفته که باعث افتخار منه. شده تو این سالها به خاطر همین فشارها و گرفتاری‌ها حالت اینجوری شده باشه که اصلا بخوای از خیرش بگذری، ادامهش ندی؟ شاید خیلی مقطعی و گذرا میگم بابا بسته دیگه، بابا چقدر من اذیت بشم، چقدر هرس بخورم سر حرف هیچی، سر نرم چرا باید اینجوری باشه، چرا اینقدر مردم ما، مسئولین ما چرا نقد پذیر نیستن. واقعا آره شده، ولی نه، اینقدر عشق و علاقه به کار داشتم، اینقدر عشق و علاقه به مردم داشتم که گفتم من تحمل میکنم، سختی‌ها رو به جون میخرم، فشارها رو تحمل میکنم، نامالایمات رو به جون میخرم، ولی برنامه رو سعی میکنم، یعنی هیچ وقت رو آنتن سعی کردم ناراحتی از خودم بروز ندم. میشه به حال همون عادل فیروزی پوری که مردم دیدن، به حال همون باشم. آره فشارها خیلی اذیتم کرده ولی نه، خم نکرد کمرمو، یعنی سعی کردم وایسم بجنگم. خیلی من جنگیدم، خیلی جنگیدم و الان خوشحالم که این مسیر رو طی کردم و برنامه به اون جایگاه و پایگاهی رسیده که این همه مخاطب داره. گفتی به من برنامه 90 رو نمیبینم. نه میبینید. حالا یه نمونه بگم که یعنی خوب میبینم. عاشق دعواست، دعوای دیگران. کی؟ اجازه بده. کی آقا؟ و چالش و دعوا. بعد چی میشه؟ این چیزی که من بارها دیدم، یکی میاد رو خط، یکی دیگه هم میارن رو خط، یکی دیگه هم میارن رو خط، 3 نفر.
عادل هم اونجا نشسته و هیجان زده. اینا که دعواشون شروع میشه، از این به بعد دقت کنید اینجوری میشه. یعنی آخیش دعوا شد و کیف میکن، بعد دوباره به پروژکتور نگاه میکن، موبایلش رو اونا دارن همو تیکه تیکه میکن. آره پس 90 میبینم. آره به اغراق شدهشو میبینید آقا. رکورد دعوای چند نفر همزمان رو خط تو داری؟ آره واقعا. آره دیدم که میگم. نه من بگم اینو، اینی که تکذیب میکنم خوشحال میشم و اینا، نه خودش خوشحال نمیشم بابا. چون اولا چرا میخوام؟ خب بعد این یه نکته‌ای که هست، من اصلا جدی هیچ وقت دوست ندارم که مثلا تو برنامه اتفاقی رو خودمون رقم بزنیم، آی بیاد مثلا چرا نه آی مهران مدیری بیاد این وصیامه کنسل هم بشینیم اون و مثلا با هم دیگه دعوا کنن. یعنی واقعا اصلا این تو ذات منم نیست. یه نکته‌ای که متاسفانه وجوده، مثلا ما برنامه عالی بریم به لحاظ استاندارد برنامه سازی، ریتم تند، پر آیتم، ولای قشنگ، همه چی فوق العاده عالی. خب و فرداش بابا دیشب 90 دیدی هیچی نشد، هیچ کسی کاری با کار کسی نداره. آره. این من دوست دارم این اصلا عوض کنم، یعنی این مایندست مردم، این دیدگاه مردم رو عوض کنم که آقا برنامه خوبی که جنجالی و دعوا توش نه، واقعا میتونه یه برنامه خیلی خیلی خوب و استاندارد باشه، هیچ دعوا هم توش رخ نده، برنامه تموم بشه و بره پی کارش و مردم راضی باشن. یعنی باید برسیم به اون مرحله و میتونه برنامه کلی دعوا و تنش و جنگ و جدال بشه و برنامه خوبی نباشه. کما که شده برنامه‌ای که من داشتم کلی دعوا شده، از اون دعوا که شما میگفتی 3 نفر میام میزنن، واقعا من راضی نبودم آخرش. یعنی آقا که چی آخه، چرا مثلا واسه چی همچین اتفاقی رخ داده؟ ولی به هر حال این اجتناب ناپذیره. درسته. بس ولی پشت صحنه‌های خیلی شلوغی داری دیگه. حالا این ماهیت اون برنامه است، به خاطر هیجان فوتبال، به خاطر اتفاقات چالشی و به خاطر زنده بودنش. این دوتا تفاوت ماست. اولی که تو فوتبالی هستی به شدت، من اصلا نیستم، و اینکه پشت صحنه ما خیلی صدا از دیوار در میاد، از گروه در نمیاد، خیلی آرونه، ولی پشت صحنه شلوغه. اما یه شباهت داریم، اونم اینکه هر دومون تو آدرس مشکل داریم. یعنی درست میگم عین معنی؟ آدرس از وقت، آره اینو قبول دارم. من نصف زندگیم دنبال آدرس گشتم. نه اومده عالی بده قشنگ میبرت در همونجا، همین کارو میکنم. آره. همین کارو میکنم. من از این نرم افزارم استفاده کردم. یه بار خب سخنگوه دیگه، یه خانومی یه چیزایی میگه، بپیچ به چپ بپیچ به راست اینا. یه جا خانم گفت دیوونم کردی آقا. آره من تا این حد که با اونم دوچار باز گم میکنم. خب خیلی خیلی همه میدونیم که به شدت باهوشی و خب این در دورانی که تحصیل میکردی هم بوده و از تحصیلاتت یکم برامون بگو. شریف درس خوندی؟ من شریف آره لیسانسم 71 ورودی 71 مهندسی صنایع شریف، بعد 76 ارشد، 78 ارشدمو گرفتم شریف. الانم فکر می‌کنم امسال سال 97 دیگه پی اچ دی مو بگیرم توی مدیریت رسانه. بسیار عالی. و همین الان هم استاد دانشگاهی تدریس میکنی؟ چه رشته‌ای؟ همون زبان تخصصی مهندسی صنایع. مهندسی صنایع، خیلی خوب. ولی خودت یه جایی گفتی که با این حجمی که درس خوندی و جلو رفتی که من شب امتحانی بودم ها؟ آره من بیشتر شب امتحان فقط میخوندم. ولی ما فرقمون با همینه که تو شب امتحانی بودی میگرفتی 20، منم شب امتحانی بودم میگرفتم 25 صدم. آره این تفاوت داریم. نه حالا اینکه شما که شکست نفسی میگیدی، حالا نبوغ استعداد شما که اصلا نه اختیار دارید. عجیب غریبیه. مخلصیم، اختیار دارید. یکمشو قرض میدید. اختیار دارید. نفر. و از تعطیلات خوشت نمیاد؟ آره من یعنی اصلا تعطیلات باش مخالفم شدید.
خب کار رو بیشتر دوست داری؟ آره اصلا من که مثلا روزنامه تعطیل باشن، مثلا من این کار فیزیکی روزنامه خوندن رو دوست دارم. الان خیلی روزنامه نمیخونن دیگه، اینقدر شبکه مجازی زیادن و اینا، ولی روزنامه خوندن رو مثلا لجم میگیره 20 روز عید همه جا تعطیل میشه، بین التعطیله میگن تعطیل میشه. امسال تنها سالی بود که من تعطیلی ناراحت نشدم. حالا چون نشستم یک کتاب تو همین 15 16 روز عید ترجمهش کارش انجام دادم، و همین احساس کردم خیلی خوبه، چقدر خوبه تعطیلی، و اولین بار در زندگیم احساس کردم تعطیلی چیز خوبی، ولی کلا خیلی کار میکنم، اصلا یعنی خسته نمیشم تو کار من. آقای مدیری دوشنبه 90 مثلا ساعت یعنی دیوونه میمونم، اینجوری بهتون بگم که من دوشنبه مثلا ساعت 2:30 برنامه تمام بشه تا برسم، بعد میریم با بچه‌ها بنزین میزنیم و اینا رو بمونن، بعد میرسیم ساعت مثلا 3:30 اینا میرسم، تازه اون موقع میشینم یه تیم فانتزی توی یوفا از تیم فانتزیمو درست میکنم، بعد میشینم روزنامه دوشنبه رو میخونم، بعد روزنامه دوشنبه رو میخونم ساعت مثلا 4:30 5 میخوام، بعد دوباره فردا صبح جلسه واسه برنامه هفته بعد و خیلی وقت کم میره. همیشه احساس میکنم یه روزی بین سه‌شنبه و چهارشنبه احتیاج دارم اضافه بشه به روزهای هفته، یا ترجیحاً چهارشنبه یا بین چهارشنبه و پنجشنبه، ولی چون لذت میبرم از کار خسته نمیشم. و آره برگردیم به سوال اولتون، تعطیلی بدم میاد. تعطیلی دوست نداری؟ شما دوست دارید؟ منم نه خیلی. منم چون آدمی ام که مدام دوست دارم کار بکنم. یه دفعه حالا یه روز تعطیلی خیلی میچسبه، ولی یه دفعه مثلا دیدین کشور ما 133 روز تعطیله، یعنی از این سه‌شنبه تا سه‌شنبه 9 ماه بعد تعطیل، همه شمالن. دیوونه میشم. یعنی تعطیلی از مثلا 3 روز بیشتر 2 روز بیشتر باید بیام یه کاری بکنم، بیام سر کار. آره منم اینجوری هم زیاد دوست ندارم. یک چیزی بگم راجبت که همه میدونن ولی فکر کردم بگم. یک استایل خاصی رو در گزارشگری در مورد فوتبال به شکل علمی آوردی که یک عده دیگه بعد از تو یا همزمان با تو رو تحت تاثیر قرار داد و این خیلی کار بزرگی بود. از درست تلفظ کردن اسامی بازیکن‌ها و اصطلاحات فوتبال بگیر تا یه گزارش تمیز بدون اشتباه، تا اطلاعات بسیار وسیعی که یک آدم در مورد حرفه خودش داره و این خیلی با ارزش بوده. این رو با خودت آوردی از همون سالها و این باعث شد که دیگران هم به مرور روتوش کنن خودشون رو. فقط این سوال نبوده، میخواستم یک ارزش بزرگ رو بگم در مورد خودت که این دستاوردها رو خود شخص عادل فردوسی پور در این سالها داشته. حالا با این اوصاف اشتباه عجیبی داشتی در حالا چه گزارش چه برنامه 90 که خیلی از دوستان دارن؟ آره پره. والا موقع گزارش آره با پیش میاد دیگه. مثلا من یه سری چیزا خیلی اذیتم میکنه موقع گزارش اشتباه بکنم. مثلا یه نفر تو تماشاگرا نشون بده من نشناسم، اصلا میگم خاک بر سرت کنن که اینا، به خودم فوش میدم، یعنی چرا نمیشناسی اینا. اشتباه که داشتم آره قطعا اشتباه، ولی خیلی ها هست که آشنایی باشون و نمیشناسیشون یهو. آره یه چیزی داره مثلا یک کسی که میشناسه قشنگ سالها 100 بار دیدتش بعد یهو نمیشناسش. امروز هم پشت صحنه مواجه شدی گفتم مدیری هستم. آره اینم داره. ببخشید داشتی میگفتی. خب اینکه اشتباهاتی که کردی مثلا حالا لطف داشتی نسبت به گزارشه من فکر می‌کنم حالا ما گزارشگر خیلی خوبی داشتیم که من خیلی ازشون درس گرفتم، یاد گرفتم. حالا عمر من یعنی سن من اجازه نداد که گزارشه مثلا آقای بهمنش رو من که خدا رحمتشون کنه خوب در ذهنم باقی بمونه، ولی خب بعدش آقای کوثری، آقای شفیع، آقای بهروان دوستان بودن. خب من خودم آقای کوثری و آقای شفیع خیلی دوست داشتم. بعد خب آقای خیابانی اومدن همون چیزایی که شما گفتید و آوردن به عنوان یه نسل جدید. بعد من و مزدک و پیمان و بقیه بچه‌ها، آقای احمدی، من اسم نبرم، یعنی اگه ببرم باید همه رو بگم یاسیانه که بچه‌ها همه اومدن
دیگه الان آقای مدیمی الان مثلا در شفچنکو مثلا بازیکن مورد علاقه شما بزنی شفچنکو 1000 تا اطلاعات میاد در موردش. خب بعد تک تک بازیکن‌ها همینه. راجع به بر و روش هم اطلاعات هست. اونو دیگه بعد اون نظر کارشناسی از آقای مدیری بعد پرسیده میشه. بعد خب آره الان خیلی اطلاعات زیاد خیلی سخت شده، سخت‌تر شده کار. یعنی مثلا ما دیگه مثلا این بازیکن چرا پسر عمش نمیدونم فلان کار کرده، دختر خالش قبلا باش نامزد بوده یا خب نامزد بوده. خب اینا دیگه یکم چی بگم خز شده گفتن اینا. خب یک من خودم یکم سعی میکنم کمتر اطلاعات زیاد یعنی من سعی میکنم چون خودم واقعا آقای مدیری لذت میبرم از فوتبال. من بازی میبینم واقعا با تمام وجودم لذت میبرم. سعی میکنم لذتمو به بیننده منتقل کنم. یعنی اگه بتونم این کارو انجام بدم گزارشم گزارش خوبی شه. اگه نه مثلا اگه قبلشم بی‌حوصله باشم حالا مثلا چرا شفچنکو داد نمیدونم به ربروف و اینا اینجوری بگم، نه اون بیننده اون لذتی که فوتبال باید ببره رو نمیبره. درش من الان تمام تلاشم اینه که اون آنی که وجود داره در فوتبال رو به بیننده منتقل کنم. ولی اشتباهات تصویری اینو میگم که بگم 90 رو میبینم. اشتباه تصویری داری. یه وقت آره رو صندلی یهو لیز میخوری میافتی. میای بری پای اون LCD بزرگه پاش گیر میکنه به سیم یه دفعه. اینا رو یعنی میخوام بگم 90 رو دیدم. بله. واسه افتخار واسه یه چیزی بگم. فوتبال خیلی جهان عظیم و پیچیده است. ما در ایران هم خب خیلی مسائل داریم که خودت استادی، من راجبش اصلا چرا حرف بزنم. ولی اینکه مافیا دارد، اینکه دلال دارد، اینکه 1000 تا مسئله داره که فوتبال غیر پاکه. تا حالا پیشنهاد مالی داشتی؟ انواع اقسامش. یعنی من به خصوص توی سالهای اول کارم که برنامه 90 سال 70 شروع شد، شاید از سال 80 81 خیلی تو بورس قرار گرفت. خب اول شاید جامعه فوتبال و اهالی فوتبال شناخت چندین از من نداشتن دیگه. مثلا آقا بیا مثلا اینو با ما بگو ما فلان کارو میکنیم. انواع اقسام پیشنهادها شده بود در اون سال اول. دیگه الان دیگه فهمیدن دیگه، خودشون میدونن دیگه اصلا سمت من واسه این کارا نمیام. این که شما گفتید فساد و مافیا اینو واقعا متاسفانه وجود داره، چون من احساس میکنم و اعتقاد دارم هر جایی که پول باشه فساد هم هست. این اجتناب ناپذیره. در چه تو فوتبال هم چون پول زیاد هست و چون شهرت مطرح اونجا، فساد هم مبتلا بهش هست متاسفانه. یعنی فوتبال اون پلشتی هایی که متاسفانه نباید داشته باشه رو داره. خب چی شد؟ الان اتفاق مثبتی کردم. من اینجا مثلا خانم آقایون کنار هم نشستن، یه جمع خانوادگی، چقدر خوبه، چقدر صمیمی هستن. همه هیچ اتفاق غیر مترقبه هم رخ نمیده. همه نشستن همونجوری تو سینما میشینن، چون واقعا الان جو ورزشگاه جو مناسبی نیست. یعنی اصلا چیزایی میگن که آره میدونم. و یکی از ویژگی های خودت باز این هست که در طول این 2 دهه به همون لحاظ که گفتم که تا حالا پیشنهاد داشتی یا نه، هم خودت رو سلامت نگه داشتی هم برنامه‌ت رو، و این خیلی جای تقدیر داره. من غیر از دست شما درد نکنه، ولی واقعا من همکارام خدا رو شکر همشون آدمای پاک، سالم و قانعی هستن. چون خودتون بهتر میدونید تو تلویزیون با اشاره برنامه‌های ورزشی بودجه مناسب آنچنانی در اختیار هیچ برنامه ورزشی نیست. برنامه 90 هم از این قاعده مستثنا نیست. ولی خب با امکانات اندک، من واقعا اینو بگم تو این 20 سال من واقعا با حداقل هزینه‌ها تونستم این برنامه روی آنتن ببرم. هیچ وقت کم نذاشتم تو کار. یعنی همیشه اگه قرار بوده یه بازی حساس بشه 3 تا دوربین بفرستم، عوامل بفرستم، واقعا فرستادم. و بقیه بچه‌ها که باشون کار می‌کنم شما اشاره کردید واقعا بچه پاک و سالمی هستن که من یکی از افتخاراتم کار کردم با این گروه صمیمی و دوست داشتن. خیلی هم با هم صمیمی هستن. عاشق شدی؟ بله جان. و هستم.
یه جوری نقطه گذاشت و بست که یعنی ادامه ندم. نه بابا اصلا من میگم آیه مدیر آدم، عشق به زندگی آدم جهت میده، معنا میده، خیلی چیز طبیعی و عادیه و ادامه ندم. نه چشم. و بد غذاست به شدت. خوشمزه ترین چیزهای جهان رو دوست نداره. باش بشینی غذا بخوری تو هم غذا نمیخوری. یعنی دیدی بد غذاست. و خب برای همینه که خوش هیکل و خوب و اینا مونده و به چشم شفچنکویی آره این دلیلش اینه که بد غذاست. پس بلندشم برم اینو باید میگفتم. خب من غذاهای عجیب غریبی دوست ندارم، یعنی همه دوست دارم، مثلا ماکارونی من اصلا نمیخورم. خب بعد یک دوستم میگه استاد شما چجوری ماکارونی نمیخوری؟ آره واقعا چجوری ماکارونی نمیخوری؟ ولی چیزاییه که هیچکی دوست نداره یا خیلی دوست ندارن رو دوست داره. مثلا تو جیبش کشکه، قره قروته مثلا میده، نمیدونم. آره اما اون نوچوفسکو بود شما داشتید. آره. اینقدر من دوست دارم ولی اینجوری نمیخوریم. نخود فرنگی بود. آره. نخود آره. فرنگی بود. ولی مثلا دمپخت نخود دوست دارم. دمپخت نخود آره یه غذای خیلی خوبه. خیلی. مثل نوچوفسکوه، همون نوچوفسکو شماست. آها ولی با برنج. آره. خیلی عصبانی میشی چه میکنی؟ خیلی کم عصبانی میشم، یعنی خیلی کمپی آدم صبوری هستم. فکر میکنم آدم صبوری باشم، سعی میکنم تو خودم بیشتر میریزم و سعی میکنم عصبانی نشم. خیلی کم پیش میاد، اینقدر کم پیش میاد که خیلی خوب. و راستی نپرسیدم متولد سال 1353 53 میشه 44 سال. 11 مهر نه دیگه 43 سال خورده ای. 43 سال خورده ای. 11 مهر 53. خیلی خوب. ولی خب اصلا بهت نمیاد. و به طنز علاقه داری. تو 90 هم سعی کردی یه جاهایی از این موضوع استفاده کنی. دوست که دارم قطعا. تقصیر شما هم هست از خاطرات دوران نوجوانی و جوانی. اون اصلا شما من فکر می‌کنم به عنوان سردمدار این قضیه خودتون رو مطرح کردید. من خیلی علاقه داشتم، کار شما رو همیشه میدیدم، همیشه چهره محبوب من بودید، هستید و خواهید بود. لطفا. آره من دوست دارم، حالا خوشخنده هستم نسبتا، ولی کلا مثلا فیلم کمدی رو میبینم اصلا نمیخندم، یا مثلا جوک کسی تعریف کنم خب ولی اینجوری خیلی میخندم اینوری. ولی آره من دوست دارم حالا به فراخور اتفاقاتی که تو 90 رخ بده. مثلا ما بخش 90 درجه داریم که بخش پربیننده هم آقای امیر وفایی شما هم آره زحمتش رو میکشه و خیلی مورد توجه مردم قرار میگیره. آره من دوست دارم این درسته. مقوله 90 قراره ادامه پیدا کنه یا یه پلن خاصی براش دارین تا یه تایمی، یا اینکه تغییر اساسی بکنه؟ ببین من فکر میکنم تا زمانی که مردم با این برنامه همراه باشن و احساس نکنن که این برنامه دیگه تکراری شده و به درد نمیخوره و چیه دیگه میرن اینا کانال عوض کنن، فکر کنم میتونه ادامه داشته باشه. ولی واقعا نه، قرار نیست که همیشگی باشه. بعد تا مقطعی باشه که برنامه خوب باشه و بتونه، من هر وقت تا وقتی که احساس کنم برنامه خوب هست و مردم میتونن باشه ارتباط برقرار کنن، فکر می‌کنم میشه برنامه ادامه. چه چیزی رو غیر از فوتبال خیلی دوست داری؟ من کلا بازی اینا رو خیلی دوست دارم، یعنی بازی و مسابقه. آره من آیه مدیری، من دبیرستان بودم، بعد سوم دبیرستان بودم فکر می‌کنم. درسم خیلی خوب بود. بعد روز پنجشنبه تعطیل بودم، چی بود یادم نمیاد دقیقاً، یا جمعه صبح بلند می‌شدم، موقع خونمون شهرآرا بود، سوار اتوبوس می‌شدم میرفتم پارک شهر. بعد اونجا میرفتم رادیو مسابقه داشت به نام دانش و هوش، مرحوم اسکندری یادمه. آره. دانش و هوش روح شاد که عموی خانم ستاره و لاله اسکندری است.
بعد میرفتم اونجا هر هفته تماشاگر یا شرکت کننده مسابقه بودم. بعد دوستان برمی‌داشتم به خودم به زور می‌بردم اونجا بیا بریم خیلی جای خوبیه. اون که از اونجا مثلا بعد دیگه وارد دانشگاه شدم، حالا مسابقه هفته مرحوم نوذری گرفته تا برنامه شهریاری بود، تا بعد همون دانشجوش آوردن تو تلویزیون اون شرکت کرد. هر مسابقه که بگید من شرکت کردم. انقدر برنامه شرکت کرد در تلویزیون که گفتن آقا بیا یه برنامه اصلا مال خودت. یعنی در این حد که الان این برنامه شبکه نسیم مسابقه دانش و هوش نیست، هوش برتر، اینقدر دلم می‌خواست میرفتم مثلا شرکت می‌کردم و خیلی هم سخته. آره من بعضی قسمتاشو دیدم خیلی سخته. و از چه چیزی خیلی میترسی در زندگی؟ ترست در زندگی چیه؟ ترس والا اینکه به حال اون کسایی که دوستشون دارم و خدا نکرده از دست بدم. همیشه این فوبیای همیشگی من هست. کلا آدم ترسویی نیستم، یعنی فکر نمی‌کنم خیلی از چیزهای مختلف بترسم. دوست دارم چون هیجان رو دوست دارم. مثلا شما ببرید من شهر بازی، هر اسباب بازی بگید اینایی که کسی جرئت نمی‌کنه، چیزی نیست، فوش آدم میفته میمیره، دیگه چیزی نمیشه. مشکلی ندارم. هیچ وقت فکر کردی در همین مسابقه مردان آهنین هم شرکت کنی؟ یعنی من لیوانو به مردان جهان نمیتونم بالا، اینو به زحمت میتونم، اینقدر زورم کمه. خیلی خوب. چیزی هست که نپرسیده باشم دوست داشته باشی اینجا راجبش حرف بزنی؟ نه فکر میکنم راجب اجتماع، فرهنگ، مسائل فوتبال، راجب ورزش، راجب هر چیزی. به من این الان اتفاقی که من کاملا تحسین میکنم این که شما و برنامه خوبی که در سازمان ساخته میشه، این که مردم 2 ساعت در هفته، چند ساعت در هفته از پای برنامه‌های ماهواره و سریال‌های ترکیه‌ای و نمیدونم گوشی‌هاشون برن کنار، بشینن پای تلویزیون خودمون. من این اتفاق خیلی اتفاق مثبتی ارزیابی می‌کنم. چه بشینن 90 تماشا کنن، چه بشینن دوره همی تماشا کنن، چه بشینن خندوانه تماشا کنن، یا هر برنامه دیگه‌ای که سازمان ما براشون. من فکر می‌کنم تلویزیون این پتانسیل داره، یعنی با نیروهای ارزشمندی مثل شما و امثال شما که وجود دارن، قطعا میتونه ما از این پتانسیل استفاده کنیم، مردم بشینن پای تلویزیون و قطعا این توانایی رو داریم ما، کسانی که در تلویزیون حضور دارن و کسانی که استعدادشو دارن، که کاری کنن که مردم بشینن و این فکر می‌کنم خودش به لحاظ فرهنگ سازی میتونه خیلی کمک کنه. و کاری کردی که ازش پشیمان باشی؟ آره من خب چون تو چند تا از برنامه‌ها مثلا با کسی که شاید حقش نبوده اونجوری من برخورد کنم، حالا به هر دلیلی اون مقطع برخورد درستی نداشتم یا حرفی زدم که ناراحتش کردم، هفته بعدش هم عذرخواهی کردم، یعنی هیچ ابایی از عذرخواهی کردن ندارم. قطعا آره هر کسی اشتباه میکنه، منم از این قاعده مستثنا نیستم. خیلی هم عالی. خستت نمی‌کنم، خیلی دوست دارم که بیشتر با هم گفتگو کنیم، چون دایره کارت و تخصصت انقدر وسیعه که خیلی میشه حرف زد. ولی به هر حال خیلی همه ما خوشحالیم که امشب مهمان ما بودی. امیدوارم فرصت دیگه‌ای بشه بتونیم بیشتر با هم گپ بزنیم. احساس خوشبختی داری؟ چیزی هست که بخواید بگم؟ بذار کار چیزی نه نشستی چون لاله در باغی، تویی تو بهانه هستی من. آقا ببخشید توطئه بچه‌ها. دور از هر بلای پدرانی بمانی، با شور و نشاط جوانی بمانی. بله من یه توضیح بده. اولا خیلی ممنونم، بفرمایید. متشکرم.
متشکرم. واقعا این کار بچهای گروه خیلی عجیب بود. من واقعا فکر کردم برق رفت و این کیکه چه عجیب، یک تلویزیون. مرسی. خیلی ممنون. مرسی. 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 خیلی ممنون. خیلی ممنون. آقا مرسی. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی ممنون. مرسی. خیلی ممنون. خیلی ممنونم. آقا مهران چند ساله شدید؟ من 50. ماشاءالله. این از بابا تختا میشه استفاده کرد. میزنیم به کیک. آره. آره. خیلی ممنونم من از یه چیز بگم لطفتون. درباره آقای مدیری. خواهش. اولا که انشالله این 50 حداقل 90 بشه. خیلی ممنون. یه 90 شد 120 هم بشه. خیلی ممنون. چون حیف شما واقعا. خیلی ممنون. خیلی ممنون. اصلا اینقدر کاریزما داره این آقای مدیری، جدی میگم. من اهل اونه که میدونم اهل مبالغه نیست. لطفاً. همینجور شما وایس دوربین نگاه کنی همه کیف میکنن. نه لطفاً. چرا؟ مرسی. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی ممنون. ممنونم از لطفت. خیلی متشکرم. این به همه نمیرسه و الا همینجا تقسیمش میکردیم. خیلی متشکرم از لطفتون، از همه بچه‌های پشت صحنه، همه دوستام که این لطف در حق من کردن و چقدر خوشحالم که مهمان امشب در این در واقع مناسبت، حالا خیلی هم مناسبت عجیبی نیست، ولی عادل جان مهمان برنامه و در کنار هم هستیم، چون تو هم به هر حال یکی از سمبل های تلویزیون هستی و این تصویر قشنگیه. خیلی ممنونم. این کیک تو گوشی، ببین اینا رو میگن تو گوشی به من، میگن کیک به همه میرسه. آره. من سوال آخر رو مجبورم سرپا بپرسم. گفتی احساس خوشبختی داری؟ آره خدا رو شکر، چون کارمو دوست دارم، به کارم عشق می‌ورزم، به مردم کشورم عشق دارم و خوشحالم در زمینه کار میکنم که همش علاقه دارم که مردم مورد توجهشون قرار میگیرن. و هدیه تو به موزه دور همی ما خیلی هدیه با ارزش. اول من واسه تولد شما، چون به من گفته بودن امروز تولد شماست، گفتم هر چی بیارم که پشیزی در اختیار دارین. چی بیار چی آوردی؟ من 2 تا کتاب خودم آوردم اینجا امضا کنم. مرسی، خیلی ممنون. بدم به شما. اون که حالا یه معنوی، هیچ ارزش مادی، چون مادی نمیشه برای شما چیزی خیلی با آورد. ارزشه. مرسی. بعد موزه موزه رو یادت رفت؟ نه آخه میگم موزه دورهمی دورهمی کی میگه؟ آها دور همی اون موزه لووره. لوبر آقا، اون موزه لووره. لوبر لوبره لوبر لو تو گوشی به شما میگن الان لوور، تو گوشی به من میگن. آها خب آقا حواس شما ببخشید، حواسم پرت شده ولی بود. دوره همیه. آها موزه دوره همیه. خب من خب ایسته بدم خیلی برام ارزشمند بوده باشه. من خب مردم خیلی لطف داشتن نسبت به برنامه 90 همیشه طی سالهای گذشته یه چیزای کار دستی و اینا میفرستادم واسه برنامه 90. یه فرش از لوگوی 90 یکی از اسمش رو نمیدونم کجا فرستادم، ولی برام فرستاد. خیلی برام ارزشمند لوگوی 90 فرش دستبافه. بعد اونو من تقدیم کنم. خیلی با ارزشه. مرسی. خیلی ممنون. خیلی ممنونم که امشب مهمان ما بودی. امیدوارم همیشه همینطور درخشان و درخشانتر به پیش بری. آرزوی سلامتی دارم و بهترین آرزوها رو. خیلی ممنون. اشاره که من کتابا بدم به شما برم. آره کتابا رو بدم.
آهنگ 90 ها. آره بچه مرسی. خودکار میدید؟ خودکار هم بدین. خودکار میذارم رو کیکتون، کیکی میشه اون وقت. اون وقت چجوری؟ نه من نگه میدارم. آخه میخوام بنویسم. این فوتبال اصلا این فوتبالی نیست. خب ده جدی میگم ها. آره خیلی. این سیاسی اصلا اجتماعیه. عنوانش فوتباله، چجوری فوتبالی نیست؟ بابا این فوتبال علیه دشمنه ولی فهمیدم. فوتبالی نیست. آره. مرسی از لطفت. برای میسم برای اشکال مهران خان جانت و مهران عزیزم بنویسم اشکال. آره عزیزم بنویس. مرسی. ننوشتم عادل خوشبر رو. خیلی ممنون. این اصلا دیگه فوتبالی نیست، راحت. هنر شفاف اندیشیدن که چقدر کتاب فوق‌العاده است، میدونم. خیلی ممنونم، خیلی ممنون از کادوی خوبت و بخونید. متشکرم. چشم. خودکار مال شما. خیلی ممنون. مرسی که آمدید. خیلی قربونت برم.